بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سلسله جلسات روش دین پژوهی، بحث بعدی که میخوایم سراغش بریم بعد از بحث تعریف دین، مسئله تفاوت بین دین شناسی، دین پژوهی یا حالا هر عنوان دیگه‌ای که براش به کار ببریم به عنوان یک شاخه نسبتاً جدید در علوم انسانی که در جلسه اول عرض شد بیشتر یک حوزه میان رشته‌ای است، اما بالاخره به عنوان یک حوزه میان رشته‌ای از نظر روش شناختی متفاوت با اون نوع مواجهه‌ای که در دنیای قدیم با دین یا با ادیان مختلف وجود داشت. ما رو همین تفاوته امروز می‌خوایم یه مقدار بیشتر بحث بکنیم. یعنی بالاخره دین شناسی یک نوع مواجهه خاص با پدیده دین هست، مجموعه مواجهاتی است با پدیده دین یا با ادیان مختلف، یعنی با یک دین خاص هم ممکنه باشه که با اون نوع مواجهه سنتی که با ادیان وجود داشت، حالا چه از درون یک دین چه از بیرون اون دین نسبت به او تفاوت‌هایی داره قاعدتاً. حالا در مقام ادعا که خیلی تفاوت داره، اما باید این ادعاها رو سنجید. امروز میخوایم یه مقدار بیشتر در مورد این تفاوت صحبت کنیم، هم با نگرش توصیفی هم با نگرش تجویزی. یعنی هم این که در عمل دین شناسی چه اندازه متفاوت بوده با اون آموزش‌های دین شناختی سنتی، و همینطور این که شما وقتی با نگاه تجویزی ورود بکنید به مسئله چه تفاوت‌هایی باید داشته باشه انشاءالله. بله، دقایقی رو صحبت کنیم در رابطه با این موضوع. عرض بکنم که البته این موضوع بسیار دامنه‌داری است. اگر ما قرار باشه به تفصیل و تمام جزئیاتی که توی این موضوع قابل طرح هست و بهش بپردازیم، یه جورایی کل بحث روش دین پژوهی همچین در واقع بحث موازی خواهد داشت. چرا؟ چون هر نکته‌ای که در روش دین پژوهی مطرح بشه این مسئله به وجود میاد که در مورد اون موضوع که شما در دین شناسی همچین روشی دارید، همچین روی کردی دارید، در دین شناسی های سنتی موضع چجور بوده، چطور معامله میکردن با اون مسئله. به این معنی اگه کسی بخواد به تفصیل وارد قضیه بشه باید کل بحث روش دین پژوهی رو در همین جا بیاره، در حالی که ما فعلا فقط میخوایم در مورد اصل تفاوته و زاویه تفاوت صحبت بکنیم، وگرنه جزئیات تفاوت رو دائما باید در جلسات بعدی هم گاه و بیگاه بهش گریز بزنیم. اصل این که یک ادعای وجود داره، این ادعا بسیار ادعای مهمی هم هست. یه لحظه اصلا فاصله بگیریم از اون بحث روش شناسیه، یه خورده با نگاه اجتماعی به قضیه نگاه بکنیم و به خصوص از زاویه مقوله قدرت. دین شناسی جدید این جایگاه خاصی که در فضای علمی امروز پیدا کرده و میشه گفت یک حجیتی، یا به تعبیر حالا امروزی ها میگن یه اتوریتی پیدا کرده در فضای علمی که خب تو اون جاهایی که پذیرش داره کاملا نسبت به طرفهای دیگر میتونه صورت تحقیرآمیز هم داشته باشه. یعنی مثلا میگن آقا ما با نگاه دین شناختی این موضوع رو بهش رسیدیم، بعد یکی میاد بحث میکنه میگن آقا این بحث آخوندیه. خیلی مهمه، یعنی اون دین شناسی سنتی رو تحقیر میکنن، میگن این بحث آخوندیه، این بحث مال فقهاست، این بحث مال فلانه بهمانه. اینی که ما داریم میگیم یه کار علمیه، این علمیه. اونا همه پرت و پلا بود مثلا. یه واقعیت کما که عکسش هم هست. یعنی حالا تو اون فضاهایی بس اجتماعیه دیگه، تو اون فضاهایی که دین شناسی سنتی مطرح بود اونجا هم عکس قضیه که کلا حالا هر جایی یه چیزی اعتباری داره، یه نگاهی اعتباری داره. یعنی مثلا در علمای خود ما در قوم خب نوعا هم دغدغه‌شون فقه و اصوله. دنیا میخوای مکاسب، آخرت میخوای مکاسب، اصلا فقه و اصول همه چیزه. دین رو میخوای ببینید چیه فقه و اصول، دین شناسی های جدید اصلا جدی نمیگیرن تو فضای سنتی خودشون. حالا یه جایی مجبور میشن بحث دیگری است، ولی به حال خودشون رها بکنی انگار که همچنان یک استغنایی درشون هست، احساس بی‌نیازی درشون هست. خب این واقعیت اجتماعی امروز. یعنی امروز در عمل ما بدون اینکه ورود کنیم به بحث‌های روش شناختی این واقعیت اجتماعی رو داریم می‌بینیم که دین شناسی دنیای خودشو داره، علمای خودشو داره، ادبیات خودشو داره، یه فضای آکادمیکی داره، و اون فضای دین شناسی سنتی
دنیای دیگری داره که البته اینا یه جاهایی با هم دیگه تداخل پیدا کردن که ما نمیخوایم حالا خیلی دیگه ورود به این جزئیات بکنیم، به خصوص تو فضای آکادمیک ما با توجه به اینکه اصلا دینشناسی به معنای جدیدش خیلی هیچ وقت جدی گرفته نشد و کاری روش نشد. اون چیزی که تو فضای ما به وجود آمده بیشتر یه چیزیه که معلوم نیست اینوریه یا اونوریه، مثل همه موضوعات دیگه که فضای مجازی بیاشم به این کلمه مثلا عناوین اینجوری بود، مثلا اسم بر خانم فاطمه توفیقی مثلا ارائه داشتن، مثلا دین پژوهی ایرانی یا مثلا جای دیگه ایرانیشو من الان مطالعه نکردم چی، ولی اینکه من اگه دین پژوهی ایرانی یا غیر ایرانی دارم مثلا آره، یعنی میدونید بله دقیقاً اون نکته است که ما توی یک همچین زمینه‌هایی یه جورایی واکنشی بوده وضعیتی که پیدا کردیم، یعنی همون فضای سنتی یا شبه سنتی یا ضد سنتی خیلی فرقی نمیکنه از این جهتش، مواجه شدن با یک دنیای جدیدی که در جهان پیش آمده. تو اونم یه همچین مسائلی بوده، واکنش و فلان و بهمان، اما تو خب اونجا یه تاریخ طولانی داره. یعنی شما بخواید دینشناسی جدیدی که در اروپا مثلا پدید آمده رو ریشه یابی بکنی، باید در طول قرنها ریشه یابی بکنی. یک سیر تدریجی داشته که درست یا غلط خیلی کم کم این مسیر رو جلو رفتن. نمیخوام هم ارزش گذاری کنیم، اما اون کسی که این مسیر رو به تدریج با اونا نرفته، ناگهان با مرحله آخر کار اونها مواجه میشه و با همون حجیت هم مواجه میشه، یعنی اون آمده به عنوان علم. خب اینجا یه واکنش های برمی‌انگیزه. بعضی واکنششون از سنخ دفع شبهه است، بعضی از سنخ پذیرشه، از سنخ خودباختگی است و این داستانایی که به وجود میاد و خلاصه اون به قول امروزی‌ها میگن سنتز، اون سنتزی که باید با منطق تاریخی و به تدریج شکل بگیره نیست. سنتز نامعمولی است که چیزای عجیب و غریبی توش می‌بینیم و در نتیجه ما مثلا الان تو فضای دینشناسی خودمون می‌بینیم کنار هم دیگه دو نفر هستن که یکیشون مثلا خیلی روشنفکره، اون یکی همچنان خیلی سنتیه، هیچ کدوم هم دینشناس به معنای جدیدش نیستن، اما عنوان دینشناسی است. اون پایه‌های متدولوژیک قضیه ریخته نشده، اون باید با یه منطق تاریخی جا میفته که حالا خیلی به این حوزه کاری نداریم. ما نمیخوایم تو این بحث بریم سراغ جزئیات این گونه، فقط خواستیم یه مقدار بهش توجه داشته باشیم. اصل ادعا رو اما چرا؟ یعنی ببینید بالاخره یک ادعایی وجود داره، ادعا هم ادعای به کلی بی‌پایه‌ای نیست. به چه معنا؟ و اون بحث تعریف دین میاد وسط. مسئله این نیست که من بیام تعریف بکنم بگم دین شناسی این است، دین شناسی سنتی آن است، آن بود و به معنا همچنان هم هست و چون من میگم یک دیوار تصنعی بین این دوتا تعریف بکنم. نه، واقعیت تاریخی داره این قضیه. یعنی وقتی میبینیم دو دنیای متفاوت شکل گرفته و هر کدوم یک تاریخی دارن و به هم ربط داشتن از نظر تاریخی، الان بالفعل ما این فضاهای این دوگانه یا چندگانه رو داریم. فضاهای آکادمیک و به یه معنا علمی رو داریم که دین شناسی به این معنا رو در پیش هستن، همچنان هم فضاهای دین شناسی رو داریم که با روش‌های سنتی یا شبه سنتی که البته تأثیر هم پذیرفتن از فضاهای جدید، کما اینکه فضاهای جدید هم از کارهای سنتی تأثیر پذیرفته بودن و بلکه اصلا برآمده از اون بودن، ولی اینا به وجود آمدن. ولی شما نمیتونید این تفاوت رو انکار کنید. یعنی نمیتونی بگی آقا نه من هیچ فرقی نمیبینم بین اون کاری که در کلیسا داره انجام میشه تا با مثلا فلان دانشکده دینشناسی فلان دانشگاه معتبر دنیا که داره انجام میشه. آشکارا تفاوت شما میبینی، روش رو میبینی که متفاوت هست. پس این تفاوت هست. این تفاوت رو ما نمیگیم، این تفاوت رو تاریخ به ما نشون میده، داریم به عینه این رو میبینیم. اما به محض اینکه میخوایم این تفاوت رو روشنش بکنیم که آقا این تفاوت دقیقاً در چه حیثی هست، از چه نظر با هم دیگه این دوتا متفاوتن، و اگر شما بخوای خودت هم یک طرف قضیه بایستی، که ما برای این سلسله جلساتمون قاعدتاً باید بریم سمت دینشناسی وایسیم چون داریم از روش دینشناسی صحبت میکنیم. شما وقتی اون سمت وای میسی دیگه فقط در صدد توصیف هم نیستی، میخوای تجویز هم بکنی، بگی آره برای اینکه دینشناسی باشد باید روشمون هم این گونه باشه، باید این تفاوت رو با دینشناسی سنتی داشته باشیم و چه و چه و چه. خب این تفاوت کجاست؟ باز ببینید اینجا ممکنه خیلی افراد ریز بشن. به چه معنا؟ یعنی برای نشون دادن تفاوت
مثلا بیان نوع مواجهه دینشناسی سنتی با مسئله زبان رو مقایسه بکنن با دینشناسی‌های جدید با مقوله زبان و اینکه خب زبانشناسی پسادوسوسوری، زبانشناسی جدید خب چیزی نبوده که تو فضاهای سنتی بوده باشه و همچنان هم معمولا در فضاهای سنتی آنچنان پذیرفته شده نیست. بوده بحث‌های زبانی در همین سنت خود ما بحث‌های بسیار دامنه‌داری در علوم آشکارا زبانی یا حتی در علم اصول فقه داشتیم و خیلی هم تاثیرگذار بوده اون نگاه‌ها. زبانشناسی جدید اما نه، هنوز هم آنچنان تأثیر زیادی رو اون بحثا نداشته. هنوز هم می‌بینی علما وقتی بحث اصولی میکنن از نظر چارچوب‌های کلان یا به قول امروز یا پارادایم تفاوتی با پارادایم صاحب کفایه نداره یا با اصولین قبلی. تطور تاریخی داره ولی چارچوبه به کلی دگرگون نشد. این خودش تفاوت، یعنی تفاوت نگاه دینشناسی جدید با دینشناسی‌های سنتی در مواجهه با مسئله زبان، به خصوص در شناخت اون ادیانی که پای متن، پای یک پدیده زبانی وسطه و خواهناها شما همیشه در فهم اون دین با مسئله زبان درگیری. حالا این تو بحث زبان شناختیش بود. توی بحث‌های مربوط به شناخت جامعه و استفاده از رویکردهای جدید جامعه شناختی و انسان شناختی باز همین مسئله هست. یعنی در نگرش‌های سنتی هم دیدی نسبت به انسان و جامعه بوده و اون دیده اثر گذاشته. حالا ممکنه آشکارا ازش بحث کرده باشن، ممکنه هم بحث نکرده باشن. در دین شناسی جدید فضا متفاوت شد. در بحث‌های روانشناختی همینطور. اصلا در اون تراز کلان تاریخیش وقتی شما به قضیه نگاه بکنید، این که هم متدهای جدید تاریخی استفاده میکنن در دین شناسی جدید، در دین شناسی سنتی نه. خب ورود به این جزئیات میتونه برای ما گمراه کننده باشه. ما در واقع میخوایم چه کار بکنیم؟ بگیم خیلی خوب اصلا یه لحظه بیاد بالا، خیلی ورود به جزئیات نکنید. در یک نگاه کلان و کلی چه تفاوتی بین این دو دنیا هست؟ چه چیزی باعث میشه که دین شناسی سنتی بگه من علمم یا من علم ترم، من علمی ترم؟ دین شناسی سنتی مال دوره‌های گذشته بود. و چیزی که همیشه خیلی تکرار میشه مسئله بی‌طرفی است که البته بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفته. دیگه امروز کمتر کسی رو پیدا میکنید که با خوشخیالی بیاد بگه آره ما در دین شناسی جدید بی‌طرفیم، ما ارزش گذاری نمی کنیم، ما در صدد مدافعه از یک دین خاصی یا ضدیت با دین خاصی نیستیم و بنابراین از این نظر ما در یک جایگاه مثلا خنثایی هستیم نسبت به ادیان و همین هم باعث بشه که ما فهم بهتری از دین پیدا بکنیم. خب زمانی بود که یه مقدار از این افسانه ها بود. الان هم همچنان بعضی از آدمای ساده اندیش گاهی از این حرفا رو تکرار میکنن، اما اونایی که اهل دقتن که دیگه به یه معنا همه، چون دیگه این حرف همه‌گیری شده، اونی هم که اهل دقت نیست از دیگران گرفته تأثیر پذیرفته. امروز دیگه کمتر میاد کسی با خوش خیالی همچی حرفی رو بزنه و بگه تفاوتی در اینه که ما بی‌طرفیم اونا طرف دارن. و خب این یه چالش جدی میشه، از همون چالش هایی که باعث میشه بگن آقا ما علوم انسانی اسلامی درست کنیم. چرا؟ چون امروز دیگه برای ما آشکاره که هیچ انسانی، هیچ گروه انسانی، هیچ جامعه‌ای نیست الا اینکه نسبت به یک موضوعی گرایشی داره. خیلی هم نمیشه دو دستم کرد گرایش رو، بگیم گرایش به نفع یا به ضرر. گرایش داره، اصلا اینش خیلی مهم نیست به نفع و به ضرر بودن. گرایش داره. اصلا اگه گرایش نبود سراغ اون موضوع نمیرفت. چیزی که باعث میشه یک انسانی بره سراغ شناخت یک دین خاصی در ظاهر فقط برای شناخت، یه دغدغه پیشینی است. این دغدغه پیشینی خواه ناخواه همراه با نوع سوگیری خواهد بود. یعنی بالاخره این انسان یا اون گروه انسانی یه تجربه پیشینه‌ای دارن، یک جهان زیسته‌ای داشتن که در اون جهان زیسته، در اون تجربه معنادار شده این که اونا سراغ مطالعه فلان دین خاص بروند و بنابراین سوگیری رو دارن، هیچ کارش نمیتونن بکنن. دین شناسی جدید نمیتونه مدعی بشه که من دین شناس سوگیری ندارم، در حالی که دین شناس سنتی سوگیری داشت. خب همینو بعضی ازش استفاده کردن. اونا آقا دیگه ببین خودشون هم دارن اعتراف میکنن، به قول صدا سیمای جوجا میگه اذعان میکنن، خودشون هم دارن اذعان میکنن که بی‌طرف نیستن. پس بنابراین چرا ما باید بگیم بی‌طرف باشیم؟ هیچی. اصلا من میگم علوم انسانی اسلامی فقط اون بی‌طرفی که نبود
و ممکن بود در ظاهر به نظر برسه، من در ظاهر نقضش میکنم. من اونی که در واقعیت بود رو میارم. این ادعای که در واقع اینجا باز قضیه لوس میشه، درک درستی از قضیه شکل نمیگیره. مثل همون قضیه تعریفه. شما وقتی تعریف دین رو مسئلهش رو میارید وسط، یک ابهاماتی دارید در رابطه با تعریف دین که باعث میشه شما نتونید تعریف به اون معنی که دلت میخواد در بیاری. اما یه چیزی در درونت آشکارا بین دین و فلسفه و جادو و فلان و بهمان داره فرق میگذاره. شما اگر در تمیز تاریخی گذاشتن بین اینها مشکل پیدا کردید، در توضیح دادنش مشکل پیدا کردید، ولی این رو داری از درون خودت عمیقاً درک میکنی که دین یه چیزیست، اون یه چیز دیگریست. همونی که ما امروز داریم در عمل این رو میبینیم که دین شناسی جدید واقعاً دنیای متفاوتی داره نسبت به دین شناسی سنتی. حالا یک کسی اومده دست گذاشته روی اون بی‌طرفیه، گفته آقا بس تفاوت اینه و باید هم این باشه. خب این مورد اشکال قرار گرفت به درستی. اما اینکه کسی به خاطر این اشکال بخواد بگه که خب اصلا کلا هیچ تفاوتی نیست، بی خودی اومدیم تفاوت گذاشتیم، شما عالم دین بودی اونم عالم دینه، بعضی این کارو میکنن دیگه. واقعیت اینه که خیلی از دینشناسا یک گرایش سکولاری داشتن، یک گرایش ضد کل ادیان یا ضد یک دین به خصوصی داشتن، یا حداقل از بیرون اینطور به نظر میرسیده. چون وقتی میومده سراغ اون دین، نتیجه گیری هاش با نتیجه گیری های سنتی در مورد اون دین تفاوتی داشته. خانه‌ها اینطور به نظر میرسیده که این آدم موضع گیری ضد اون دین به معنای سنتیش رو داره. و خب خیلی وقتا این یه واقعیتی هم داشته در سوگیری هایی که اون شخص یا اون جریان داشتن. حالا شما بیا با اتکای به این قضیه بخوای بگی خب هیچ تفاوتی وجود نداره. اینجاست که میگیم نه آقا، داری یک چیز آشکاری رو انکار میکنی. تفاوت تاریخیه که روشنه. من دارم تفاوت تاریخی رو میبینم. دین شناسی جدید غیر اون دین شناسی سنتیه، نه فقط از نظر نهادهای اجتماعی، نه واقعا حاصل کارش هم متفاوته و به خاطر همین هم است که در تأثیر گذارش هم متفاوته. یعنی شما الان میخوای مسیحیت رو بشناسی، شما اصلا مسیحی نیستی. خب وقتی میخوای مسیحیت رو بشناسی، نسخه‌ای که از کلیسا در معرفی مسیحیت به دستت میرسه با نسخه‌ای که از طریق دین شناسی جدید به دستت میرسه خیلی تفاوت داره و این تفاوت رو نمیتونی ندیده بگیری بگی فرق نمیکنه، این یه سوگیری داشت اون یه سوگیری دیگری. میبینی آقا مثلا تو این یه استنادات تاریخی داره، یه روشی داره که تو اون نه اینکه او بدون روش باشه اما به گونه دیگری هست که من همینجا شده در واقع میخوام روش دست بگذارم که ما به محض که میایم مسئله رو شخصی میکنیم، میایم صحبت از سوگیری میکنیم، صحبت از گرایش و عدم گرایش میکنیم، دستمون رو گذاشتیم رو جایی که به خاطر انسان بودنمون، به خاطر تاریخی بودنمون همه خواهناخواه دوچارش هسته. اینجا اشکال به وجود میاد. اما اگه بیایم بحثو ببریم رو همون روش، یعنی این چیزی که ما در واقع در این سلسله جلسات قراره بهش بپردازیم، اینجا میشه اون تفاوت رو نشون داد. شما آشکارا تفاوت در روش رو در دینشناسی جدید و در دینشناسی های سنتی میبینید. حالا چه در جزئیات همینه که الان عرض شد، یعنی مثلا مواجهشون با زبان متفاوته، مواجهشون با جامعه، با فرد، با فلان، با بهمان متفاوت. اینو آشکارا میتونید ببینید و نشانش بدید. و مواجهشون با کلیت دین هم متفاوته. همه انگیزه دارن، همه غرض دارن، بله همه غرض دارن، اما خواهی نخواهی اون غرضها و انواع و اقسام اون غرضها از نظر تاریخی مجموعش رو وقتی در نظر بگیری، در حاصل روشی که در علوم پیاده شده تأثیرش آشکاره. که شما مثلا میبینی یک ادبیات دامنه‌دار جدلی در خیلی از ادیان شکل گرفته برای دفاع از اون چیزی که در اون دین عرضه شد. مثلا گاهی کلام رو در میان ما به همین تعریف میکنن، اسکات خصم بکنی با نمیدونم فلان و بهمان، که باز نمیخوام بگم کلام علم نیست، حالا به اینم باید بپردازیم. ولی شما اینو آشکارا میبینی که در دین یه بخش زیادی از ادبیات آشکارا برای اثبات یک آموزه پذیرفته شده دینی بوده یا برای رد یک آموزه دینی در دین دیگری، در فرقه دیگری، در چه و چه. در حالی که در دین شناسی حداقل کم کم، اوایل نه، کم کم به این سمت رفتیم که از این ادبیات آشکارا مدافعی یا
تضادی فاصله بگیرن و این فقط یک ظاهرسازی نیست. درسته در عمل سوگیری هست، اما شما بالاخره در نتیجه کار از نظر روش شناختی هم اون تفاوت رو می‌بینی و اینه که می‌بینی آره اگه سوگیری هم داشته خیلی خوب سوگیری داشته، ولی الان داره به تو یک استدلال تاریخی رو عرضه میکنه که با هر سوگیری به تو عرضه کرده باشه تو نمیتونی این استدلال تاریخی رو ندیده بگیری. در اون ادبیات مدافعیه لزوما اینجور نبود. ممکنه بگه آقا این آیه این معنی رو میده، بهش بگی چرا این معنی رو میده؟ از اهل بیت روایت به دست ما رسیده. خب تمام شد. از اهل بیت روایت به دست ما رسیده، برای اونی ارزش داشت که روایت اهل بیت رو مبنا قرار میداد. اون یکی فرقه روایت اهل بیت رو قبول نداره. استدلال درونی بود. ولی حالا میاد شاه همونو ممکنه تبدیلش کنه به شاهد تاریخی. بگه من از این روایت با این استدلال میفهمم که از اون آیه قرآن با متد تاریخی این معنا ممکنه منتقل بشه. حالا دیگه نمیتونه اون کسی که در یک فرقه دیگری هست و این روایت رو روایت امام نمیدانه از کنار این استدلال به سادگی بگذره. چرا؟ به جهت تفاوت در روش. پس این تفاوت در روش هست. منتها اینجا باز یک چالشی به وجود میاد. تفاوت در روش واقعیه. اینو کسی نمیتونه انکار کنه. کسی که بخواد اینو انکار بکنه داره خودشو گول میزنه. چون بعضیا فکر میکنن اگه اینو بپذیرن، حالا دوگانه است دیگه، بعضیا اینو میپذیرن که دین شناسی سنتی رو کلا ببوسند و بگن هیچ ارزشی نداره بذاریم کنار. بعضیا به عکس میگن اگه اینو بپذیریم اون انگار نه اصل همونی بوده که در فضای سنتی بوده و ما باید روی همون پایبند بشیم. که اینجا اون چالشه به وجود میاد. آقا دین شناسی سنتی چون این روش جدید رو نداشت پس به هیچ دردی نمیخوره. اینجا این ملاک مطرح میشه که آقا شما به درد خوردن از چه نظر میگید؟ باز همون بحث روشه مطرح میشه. اگر شما روش تاریخی باشه و کاری نداشته باشه به اینکه یک استدلالی با چه انگیزه‌ای مطرح شده، واقعیت اینه که در دین شناسی های سنتی هم با همون روش شناسی تاریخی مد نظر شما استدلال هایی که ارزش بررسی داشته باشه هست. یعنی مثلا در همین دین اسلام بحث از متن اینجور نیستش که فهم قرآن حالا چون با متدهای جدید زبان شناختی و چه همراه نبود پس کلا هیچ چی فهمیده نشده بود ازش، به هیچ دردی نمیخوره اون کاری که در دنیای سنتی در رابطه با متن انجام دادن. ما باید بشینیم از صفر شروع کنیم. مثلا تاریخ دین شناسی اینو نقض میکنه. دین شناسی در خلأ به وجود نیامد. دین شناسی بر شانه دین شناسی های سنتی پدید آمد. همون دین شناسی های سنتی با رویکردهای جدید گرفته شد. یعنی سابق بر این هم دین یه مقوله‌ای بود، با انگیزه های مختلف میرفتن سراغش. انگیزه ها خیلی تغییر کرد در نظر تاریخی. این چیزی که ما در دنیای امروز میبینیم حداقل در مقام ادعا که آقا ما فلان دین رو میخوایم بشناسیم، نه میخوایم قبولش کنیم نه میخوایم ردش کنیم، این در دنیای قدیم کمتر بود. میشه گفت یه وقتی اصلا نبود. اگه کسی سراغ دین میرفت یا باورمندانه میرفت یا در موضع مخالفت میرفت. استثناء بود، واقعا استثنای نادری که کسی بگه من یه دینی رو میخوام بشناسم، هیچ انگیزه‌ای هم در رد و قبولش ندارم، فقط میخوام بشناسمش. اون کاری مثل مال الهند ابوریحان بیرونی یه کاری بسیار ارزشمنده در این حوزه. به شما می‌بینید اون نه ردیه است نه، و جالب فرهنگ هندو تا حد زیادی تو اون کتاب به شما انعکاس داده. تو این یه چیز خیلی نادری است. شما در ادبیات قدیم انتظار داشتید مثل کتب ملل نحل باشه. اصلا از اول با این نگاه نوشته شده که 72 فرقه هستن، 71شون بر ضلالتن، یکیشون بر طریق هدایت و همه اینا رو داره مطرح میکنه تا آخرش بگه من بر طریق درست هستم. نگاه این بود، این درست، ولی این بس هم انگیزه است. ما نباید دچار مغالطه در انگیزه و انگیخته بشیم. حتی در مجادله‌ای ترین استدلال ها، در جدلی ترین استدلال های فضای سنتی هم خیلی وقتا استدلالی است که ارزش بررسی تاریخی داره. بالاخره داره به یه آیه استناد میکنه، لفظی رو در اون آیه بهش استناد میکنه، بگه آقا این لفظ همونی که من در فرقم گفتم و میرسانه. شما میگه غلطه، خیلی خوب با متد تاریخی باید بحث بکنی و بگی غلطه. و خیلی جاها میبینیم اون چیزایی که در دین شناسی جدید بهش میرسن در دین شناسی های سنتی هم سابقه ای داره. اینجور نبوده که در مورد اون موضوع برای اولین بار این ادعا مطرح شده باشه. و اینه که من اصرار دارم روی این قضیه که میگم آقا روش متفاوت در این
دانش جدید انسانی به هیچ وجه به معنای منسوخ کردن کار گذشتگان نیست. ما اساسا در علوم انسانی چون این چیزی رو نداریم که روش جدیدی بیاد روش گذشتگان منسوخ کنه، به این معنا که دیگه هر کاری گذشتگان کردن بگیم خب دیگه به دردی نمیخوره بذاریمش کنار. و دین شناسی از اون حوزه‌های حساس از این میشه. مثلا دین شناسی که یکی از مثلا مقوله‌ای که مثلا روش اهمیت میده متن و نقد متن در واقع که مثلا علم و مثلا روش‌های جدیدی مثلا حالا داره و مثلا باید یاد گرفت برای بررسی متن. حالا مثلا توی دنیای اسلام می‌خوایم بررسی کنیم، مثلا ما ابن حجر رو داشتیم، مثلا طبری رو داشتیم، در تاریخ حدیث مثلا اینا مثلا حدیث رو یا مثلا روایت تاریخی رو نقد متن میکنن با داده‌های تاریخیشون. حالا چه بله مثلا چون درسته مثلا مبناشون آیات آوردن به خاطر اینکه کلام الله هست، ولی به عنوان نقد یه متنی که از مورخ تاریخ الان مثلا اهمیت داره، مثلا اون حدیث رو مثلا رد میکنن یا مثلا تایید میکنن یا با هم روش سنتی. ولی خب مثلا میشه استفاده کرد. نتیجه با متد جدید هم میگن بله مثلا این متن رو درست بررسی با داده‌های تاریخی بررسی کرده مثلا. دقیقاً نکته همینجاست. یعنی ما اینو درک بکنیم که تفاوت در روشه، تفاوت در انگیزه ها، تفاوت تاریخی بین دین شناسی جدید و مواجهه های سنتی با دین هست، اما تفاوت گسسته گفتمانی نیست. اینکه کسی فکر بکنه چنان گسسته گفتمانی ایجاد شده که اون چیزی که در دنیای سنتی گفته شد در دین شناسی جدید به کل غیر قابل استفاده باشه. بله مواردی هست که اینجوره، مواردی هست اینجوره، اما اینکه بخوای کل اون میراث سنتی رو اینطور باش مقابله کنه، یا حالا کسی که در جایگاه نگاه سنتی همچنان خودش رو قرار میده در مواجهه با دین شناسی های جدید چنان گسسته گفتمانی باشه که به هیچ وجه نتونه با هیچ جاش ارتباط بگیره. بله یه جاهایش این گونه است، یه جاهایش استدلال طوریه که این نمیتونه باشه ارتباط بگیره. یعنی او مثلا با روش سنتی، مثال بزنم، او با روش سنتی میاد میبینه اینا دارن با نقد متن میگن فلان حدیث جعلی است، من میگم ثقتن عن ثقتن نقل شده و بس حدیث دیگه حدیث صحیح است و برای من حجته. خب بله الان ببینید این استدلال برای او اصلا ارزش بررسی نداره مگر برای رد سخن اونها که شاید یه نکته در مورد متن بگه که جواب اونها رو بده. عکسش هم هست، اون ممکنه بیاد بگه آقا تو گفتی ثقتن عن ثقتن و بنابراین حدیث صحیح است و مورد قبول، این اصلا روش تاریخی نیست، اینو براش ارزش بررسی نداشته باشه. شما یه جایی اینطوری می‌بینید، اما یه جای دیگه مثال همین تفسیر قرآن، مثال فهمی که از یک حدیث شکل گرفته، می‌بینید در مورد آیه‌ای از قرآن ما فهم‌های مختلف در همون دینشناسی‌های سنتی داشتیم که دینشناسی جدیداً وقتی وارد ماجرا میشه میخواد از اون آیه فهمی عرضه بکنه، اینجوری نیست که یک فهم به کلی تازه‌ای رو عرضه بکنه، میاد با متد متفاوت اما مثلا یک از این فهم‌ها رو بیشتر تقویت میکنه، پس تونست باش ارتباط بگیره. اینجوری نبود که هیچ ارتباطی شکل نگیره. واسه شاید مثلا میام کسایی که مثلا متد کلاسیک رو دارن، مثلا در مثلا مسلمان‌ها یا مسیحیتی که حالا بیشتر الگوی کلاسیک دارن، این رو بگن که مثلا این بیشتر در مسلمان‌هاست که مثلا روش جدید دین پژوهی بر مبنای فلسفه ها یا فیلسوفانی که حالا اسپینوزایی که مثلا حالا نقد متن کرد کتاب مقدس رو و اشکالاتی که داشت واقعا مثلا معتقد بودن از موسی گفته و بعد مشخص شد که همش نیست و اینها. خب مثلا اونها خب روشی دارن به خاطر حال و احوال مثلا متون خودشون که مثلا به اون سمت و سیاق رفته، مثلا گفت تاریخی است، مثلا خب تاریخ خودشون رو داشته و رفته. ما مسلمانایی که این حس رو نداشتیم که مثلا قرآن خب الان مثلا خب مشخص بوده که بالاخره تاریخمون حدیث هم داشتیم که مثلا کتابت شده و مثلا کم زیاد نشده و مثلا به قول پول شما ثقتون هم هست و مثلا این روش‌ها خب داریم کار راه میندازیم دیگه، چه کاری مثلا متد رو عوض کنیم. احسن. هیچ دینی نیست، هیچ دینی، بلکه کلی‌ترش بکنیم هیچ مرام و مسلکی، یا کلی‌ترش بکنیم هیچ اندیشه‌ای نیست، حتی اندیشه با منشأ الهی، الا از اینکه از آن حیث که انسانی شد تاریخمند شد. یعنی شما وقتی میگه قرآن این مشکل تاریخی رو نداره، خاطر بعضیا که در مورد قرآن هم همین حرفا رو میزنن، حالا با یه درجه متفاوت، ولی ما هم قبول نداریم. داستان قرآن به نظر ما و نظر تاریخی طور دیگری است. ولی وقتی شما میگه اسلامی که این فرقه میگه آن فرقه میگه، اسلام به صورت یک کل در نظر بگیری، هیچ فرقی نداره. یعنی باز میبینی با نگرش نقادی تاریخی
همه چیز میتونه دگرگون بشه. من به خاطر همین میگم تاریخ کلا دردسر سازه. تاریخ به طور کلی میشه موی دماغ. همه اون چیزهایی که پذیرفته شده بود، مسلم گرفته شده بود، با یه نگاه نقادانه تاریخی حداقل تبدیل میشه به یک علامت سوال اگر جوابهای دیگری تازه بهش داده نشه. و بسیار خوشخیالی است که کسی فکر بکنه آقا تو فلان جا چون فلان مشکل داشتن با نقد تاریخی مسائلشون رفت زیر سوال. نه، من قرص و محکم سر جام وایسادم، هرچند نقد تاریخی بخوام بکنن مشکلی برای من به وجود نمیاد. خیلی خوب، بسم الله، وایسا ببین نقاد تاریخی چه کار میکنه. شما چون از قضیه فاصله گرفتی احساس میکنی هیچ اتفاقی برات نمیفته. نه، نقادی تاریخی این کاریه که سر بشر و سر میراث بشری میاره، چون نقادی تاریخی نگرشی رو به انسان تزریق میکنه که انسان وقتی سرش رو در اون نقطه از تاریخ فرو کرده و به سیر تاریخی که طی شده توجه نداره ازش غافله. به محض اینکه به گذشته‌اش توجه میکنه میگه من فکر میکنم به فلان موضوع عقیده دارم، از اول هم همین بوده. میبینه نه آقا، گذشتگان عقیدهشون همیشه یه ذره تغییر داره. حالا شما قهقرایی میری همین سیر رو بیا جلو، که امکان نداره این چیزی که شما بهش معتقدی دیروز هم دقیقاً همین بوده باشه، فردا هم همچنان همین باشه. و بنابراین هیچ دینی نیستش که خودش رو بتونه از این قضیه جدا بگیره. در فرمایش شما یه نکته دیگه هم بود که اینم ممکنه مورد استناد بعضی قرار بگیره، یعنی اون فلسفه های بنیادی. ولی این یک واقعیت که پشت این روش ها، پشت این دین شناسی های متفاوت، نگرش های بنیادی متفاوتی هم هست. معرفت شناسی دقیقاً. و ممکنه کسی بر همین اساس بگه خیلی خوب، اصلا اون با مبنای خودش داره اینو میگه، من با مبنای خودم، و همون گسسته رو در واقع مطرح بکنه. بگه اگه او بیاد مبنای من رو قبول بکنه، اون هم مثل من فکر میکنه منم برم مبنای اون رو قبول بکنم و یه گسستی ایجاد میشه اینجا. در حالی که نه، واقعیت کار این نیست. بله، مبنا هست، چه گفته بشه چه نشه، آگاهانه یا ناآگاهانه، که درستش اینه که این خودآگاه بشه و نقادی بشه. مبانی فلسفی داره تمام روی کردها، هیچ کدومش بدون مبنا نیست. این درسته، اما اینجور نیستش که تفاوت مبانی فلسفی باعث بشه حالا که رفتن سراغ یک متنی و از اون متن استنباطی رو عرضه کردن، این استنباط فقط برای کسی قابل قبول باشه در همه جا که با اون مبانی موافق باشه. بله، در یه جاهای اینجوره، همین نمونه‌هایی که عرض کردیم. شما یه مبانی فلسفی یا دینی رو اخذ کردی و این رسیده مرحله به مرحله به یک استدلالی. این استدلال فقط کسی میتونه اصلا قبول بکنه یا قابل بررسی بدونه که اون مبانی رو داشته باشه. اما آیا واقعا در تمام دینشناسی سنتی و در تمام دینشناسی جدید این گونه است؟ میبینیم نه، در عمل یه بخش زیادیش داره بحث از معنای یه متن میکنه. آقا بحث از معنای یک متن لزوما این گونه نیست که چون حالا مبنای فلسفی متفاوت بود یه چیزی بگی که برای طرف مقابل اصلا قابل فهم نباشه. مثلا وحی، خب مثلا واژه وحی رو مثلا در مسیحیت و اسلام مثلا بررسی میکنه. مثلا ایشون میگه که خب توی مسیحیت وحی کلمه بود و کلمه هم مسیح بود مثلا. بله. و مثلا حواریون یا مثلا صحابه مثلا هم چرا که میدیدند از مسیح خب نوشتند و مثلا این کلام الله بود. مثلا این معقوله دیدن و نوشتن مثلا یک بحثه که در اسلام مثلا بله. طریقش مثلا روی کلماته که مثلا اونم یک حالت عرفانی یا مثلا یک مکاشفه است و اینها، و این دو مقوله رو مثلا با یه لفظ بگیریم. این اختلاطه غلط اندازه واقعا درسته. مثلا فرض کنم میخوام یه بعض مبانی این 100%، یعنی اینکه خیلی جاها ما یه همچین اختلاطی می‌بینیم به وجود میاد، یک مفهومی که ظاهرا مشترکه اما وقتی درش عمیق میشه می‌بینیم تفاوت داره. باز همون بحث تاریخی است، یعنی در تاریخ امور منحصر به فردن. دو تا مفهوم در دو تا دین به نظر خیلی هم شبیه به هم میاد، می‌بینی دو معنای متفاوت داره. و در دین شناسی جدید هم با دین شناسی سنتی این تفاوت هست، نه اینکه نباشه، اما ادعا بر اینه که این گسست ایجاد کنه. یعنی اونقدر تفاوت به وجود بیاد که مسیحی اصلا نتونه درک کنه منظور مسلمان رو از وحی یا مسلمان منظور او رو از مسیحی رو از وحی. این گسست رو ما نداریم. یعنی این میتونه او رو درک بکنه. مثلا می‌خواستم اینو بگم که مثلا ببخشید در روش تاریخی مثلا توی دین شناسی هم اینو میگن که آقا مثلا ما به اون مثلا اون برگشت الهی کار نداریم. خب مثلا شاید توی مسیحیت چون این بوده که مسیح رو میدیدند و مثلا تصویر حرکات رو دیدن و گفتن آقا این رو انجام داده یا نداده مثلا و معنیش این بوده یا نبوده. خب مثلا این رو شاید بپذیرن که مثلا در بحث این که مبنای پژوهی که مثلا ما در اینه که مثلا مطالعه تاریخی داریم دیگه، این که مثلا بر فرض اون متن
برگرده به خدا یا نه، در مسیح شاید این پذیرفت‌تر بشه که مثلا خب بله. یکی حالت خاصی بود در مسیحیت، ولی در اسلام اگر این رو برداریم خب مثلا حقیقت انگار حقیقت برداشته میشه، انگار معنا برداشته میشه. بله این تفاوته هست، این تفاوته هست و ببین یه واقعیته که تفاوت ادیان مختلف از نظر تاریخی باعث شده که تفاوتشون با روش‌های دین شناختی جدید هم متفاوت. یعنی برخوردشون متفاوت باشه. ممکنه یک روش‌های در یک دینی راحت‌تر پذیرفته بشه، در دین دیگری کمتر. مثلا وقتی شما در مسیحیت اصلا باور بر این نداری که تک تک این الفاظ از خدا باشه، یه نوع مواجهه‌ای داری. اون جایی که در اسلام میان این باور رو پیدا می‌کنن، خب این یه چالش دیگری میشه. بله این تفاوت بین ادیان هست. اما من باز فکر می‌کنم که با وجود این مسئله اینجور نیستش که یک دفعه ما در مورد یک دینی دچار گسست بشیم. یعنی کاری که دین شناسی جدید انجام میده به کلی برای دین شناسی سنت قابل فهم نباشه. اینو میگم که مثلا مگر اینکه یک التقاطی خودآگاه و مثلا اینکه آره نشه مثل دین پژوهی ایرانی که مثلا شاید غربی نفهمن چیه. آره اون یه چیز من درآوردی میشه بشه که مثلا در حینی که تاریخی است و متد تاریخی رو رعایت میکنه، ولی واسه این دین مثلا ببینید لزومی نداره این التقاط باشه، لزومی نداره التقاط باشه. یعنی اگر دین شناسی با همون روش مرسوم خودش هم پیاده بشه چالش خواهد داشت. آره چالش خواهد داشت. یعنی ببینید به قول شما چون مثلا یک مسلمان میگه این جمله این معنا رو میده در قرآن، یه پایه از استدلالش اینه که این سخن خداست و چون سخن خداست این معنا رو میده. خب طبیعیه که در نگاه دین شناختی شما نمیتونی با فرض اینکه سخن خداست معنایی رو ازش استخراج بکنی، جور دیگری با اون جمله مواجه میشه. تو خون یه واقعیته که اون دین شناس سنتی هم اگر باش کلنجار بری اینا قبول داره که این سخن خدا درست حقیقتا سخن خداست، اما در اون برهه از زمان از زبان پیغمبر بیان شد و مخاطب خاصی هم داشت. اینجا میشه اون ارتباطه رو برقرار کرد. خاصه در معنا مثلا برفرض شد قبلی بگی خب مثلا این معناش دارم بافت این معنا رو میده. آره برای این ممکنه اصلا بافت خارجش کنه چون میگه خدا فراتر از بافته. اینجا از اون جاهایی که نمیتونن ارتباط بگیرن. یعنی یه جاهای این چالشه به وجود میان، میرسه به یه نقطه یه تفاوتی که یه کسی داره فراتر از بافت تاریخی در نظر میگیره، خواه نخواه این روش میشه روش غیر تاریخی، هیچ کارش نمیشه کرد و اون تفاوت هست اینجا اونجا. درسته. خب این یه بحثی بود در رابطه با روش دین پژوهی و تفاوتش دین پژوهی با دین شناسی های سنتی. حالا ان شاء الله ببینیم جلسه آینده سراغ چه موضوعی داریم. الحمدلله رب العالمین.